اخیراً خادمان بازرسی دولتی اتومبیلی در شهر دوشنبه دو راننده مسافربری را بازداشت کردند که یکی تحت تاثیر شراب و دیگری بعد استعمال مواد مخدر با مسافران در کوچه‌های پایتخت حرکت می‌کردند. پلیس ایران می‌گوید خادمان بازرسی دولتی اتومبیلی زمان در کار راننده ترالبوس شبهه کردند که از خیابان عینی چپ و راست حرکت می‌کرد. سنجش طبی مشخص کرده است که راننده زیر تاثیر مشروبات اسپریتی قرار داشت و احتمالاً تا وقوع فاجعه چند لحظه دیگر مانده بود. پلیس راه تاجیکستان میگوید با اینکه در 2 ماه اخیر مجازات برای ویران کردن قاعده حرکت در راه سنگین‌تر شده است، حادثه های نقض قاعده های راه همانا زیاد است و تنها در دوام 2 ماه اخیر در سراسر کشور 1000 راننده سرخوش از شراب و مواد مخدر بازداشت شدند. 80 حادثه از این شمار در دوشنبه رخ داده است. به قول میرزا سعید سخنگوی بازرسی دولتی اتومبیلی در شهر دوشنبه که روز 21 نوامبر با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت این راننده ها بازداشت و به مهلت تا 15 روز حبس مأموری محکوم شدند. میرزا سعید میگوید با اینکه سرخوشی در سر چنبر ماشین برای همه راننده ها و راهگذرها خطرناک است، مسئولیت مسافربرها شدیداً بیشتر است و گفت در صورت نسپاریدن جریمه یعنی مبلغ 15000 تومانی 15 شبانه روز به حبس مأموری بعدی تعییناتی دادگاه گرفته میشه. راننده ترالبوس ما خدم قاپیدگی وقتی اخیر از طرف رانندگان مسافرکش حالتو اداره کنی واسطه نقلیات در حالت مستی و استعمال موادهای بانگدانه آشکار گردید. از آن جمله راننده ترالبوس هنگام اداره نمودن مالیات در کوچه عینی من بازداشت کردید. همکنون راننده های مسافربرها با حکم دادگاه از حق رانندگی در 5 سال بعدی محروم می شوند. شیوه حرکت ماشین ها در راههای تاجیکستان یکی از مسائل دائمی مورد انتقاد در زبان مردم، مقامات و مطبوعات است. در میان معمول‌ترین قانون‌شکنی ها حرکت با سرعت بلند، رعایت نشدن قاعده رانندگی، مستی، نداشتن حجت رانندگی نامبر می شوند. تنها در 6 ماه سال 2017 در راههای تاجیکستان 724 صدمه نقلیاتی رخ داده است که در نتیجه آن زیاده از 230 نفر جان خود را از دست داده است، زیاده از 800 نفر دیگر جراحت برداشتند.